ورودی اصلی اینجاست. این ورودی اصلیشه دیگه، این ورودی اصلیشه. بعد میرین یه ورودی دیگه اونجا داره، اون در چوبی، بریم داخلش هم ببینیم با هم. لتس گو. تو ولاگ قبلی دیدین که ما از تهران و تا هرات سفر کردیم و اومدیم. تو این ولاگ میخوام جای تاریخی هرات رو بهتون نشون بدم. البته وقتی میگن جای تاریخی، اولین چیزی که میبینیم کاخ ارگ هراته. ارگ هرات یکی از جای تاریخی هرات میشه گفت هستش که خب بیشتر از 100 ساله که ساخته شده و هنوزم ادامه داره ساختش، هنوزم تموم نشده کامل. و خب میریم بالا، میریم با هم ببینیم همشو. خیلی بزرگه بچه‌ها، میبینید ارگ هرات، یا نمیدونم درستش ارگ هراته فکر کنم یا کاخش، یکی این دوتا هست، ولی خب خیلی بزرگه بچه‌ها. میبینید این ارگ هرات خیلی بزرگه، این نماش از این بالا میبینید تا اون ته کلن ارگه. ساختش اگه بخوام دقیقشو بگم 1305 ساختش شروع شده و خب هنوزم که هنوزه تمام نشده، هنوزم دارن یه قسمتاشو میسازن، انقدر بزرگه. حالا یه نمای کلی که نمیتونم با این دوربین بهتون بدم نمای کلی چون خیلی بزرگه، ولی کوشش میکنم جای بلندش وایستم کلا اینجوری واسهتون یه ویدیو بگیرم که ببینیم. حالا در ادامه کاملشو میبینیم. بذارید بریم. این گنبداشه، گنبدای سقفش که البته الان هواکش گذاشتن، قبلا هواکش نبوده دیگه. قبلا از طریق اینا هوا وارد و خارج می شده. خب دلیل بزرگ بودن اماکن تاریخی هم کلا اینه که قبلا کم می ساختن، کلا یه دونه می ساختن ولی خب بزرگ می ساختن. این هم مثل یه قلعه است دیگه، قلعه پادشاه اون زمان، این پادشاه افغانستان این قلعهشه. چون قبلا هرات مرکز شهرشون بوده، نمیدونم پایتخت شهرشون بوده همچین چیزی، هرات بوده قبلا. و خب دیگه بزرگ می ساختن ولی یه دونه می ساختن، ولی اون یه دونه رو بزرگ می ساختن که کل شهر بتونن توش جا بشن. الان جز این یه مسجد داره هرات، خیلی یعنی 2 برابر اینه مسجدش، 2 برابر این ارگه است. این ارگه هراته. حالا انشالله میریم با هم مسجد رو هم میبینیم. بعد اینو الان با هم ببینیم مسجد رو هم میبینیم. داشتم میگفتم اینا هواکشاشه و یه جورایی نورگیر هم میشه بهش گفت، از تو اینا نور میرفت و میومده دیگه، یکم روشن میشده توش. بچه اونجا رو میبینید، اونجا پادشاه میومده صحبت میکرده، مثلا وای میستاده اون وسط به مردمش امید و نمیدونم فیلم میداده، رویه میداده. و یه چیز دیگه، اون سوراخ ها میبینید، اون سوراخ کوچیکا اون بغله همه جا اینجا از اونا هست، همه جا دور تا دورش میبینید، دور تا دورش اینا هست. اینا حالا واسه چیه اینا؟ این سوراخایی که دورشه بچه ها موقع تازه اسلحه اومده بود دیگه، اسلحه اومده بود، اسلحه رو میذاشتن اونجا، سربازا وای میستادن، حالا کشیک میدادن و نگهبانی میدادن و هرچی. این سوراخا جای اونه. بعدش هم این چیزایی که دارم بهتون میگم فکر نکنید من تاریخ خوندم و تاریخ افغانستان رو نخوندم. از کجا میدونم؟ حالا از تو گوگل بزنید همه چی رو بهتون میاره. حالا قبل اونم اگه گوگل هم نزنید اینجا کسی هست که ازش بخواید بپرسید. اگه اونم نشه اینجا نوشته، یه لوح هست همشو نوشته، حالا بهتون نشون میدم لوح رو همه رو نوشته. ولی من این چیزا رو از تو گوگل زدم، سرچ کردم، خوندم، همین الان دیگه، همین الان دارم میبینم هر چیزی که نمیدونم چیه تو گوگل میزنم همه رو بهم نشون میده. اینا جای اصل است و اونم هنوزم نگهبان داره. میبینید شبا اینجا میخوابه، این جاشو پهن کرده بنده خدا، شبا اینجا میخوابه. فکر نکنید الکی یا هنوزم ازش نگهداری میشه تا حدی که موقعی که میای داخل میگردنت، سیگار میگار داشته باشی، فندک داشته باشی ازت میگیرن. حالا من که سیگار نداشتم ولی سیگار رو گرفتن از یه بنده خدایی. خب دیگه باید بگیرن دیگه، اماکن تاریخی ممکنه یه فندک هم میگیرن، سیگار هم میگیرن ازش، حالا هر چیز دیگه اشتغالزایی هم که بود ازش میگیرن. هنوزم که هنوزه نگهبان داره. اینجا مثل چی بهش میگن،
اینجا مثل قصر بوده دیگه، میدونی یه جور قصر پادشاه اون زمان گفته میشه. این قصر پادشاه اون زمان بوده اینجا و خب هر اشغالی که دوست داشته میکرده اینجا دیگه، مال خودش بوده دیگه، قصرش بوده. حالا من یه چیزی همین الان پرسیدم، گفتن اونور بچه اونور، اگه اونور اونجا اتاق حموم دختر پادشاه بوده، حموم دختر پادشاه اونجا بوده بچه ها. همینو میبینید، انگشتم میبینید اونجا حموم دختر پادشاه. حالا میریم اونجا رو میبینیم با هم. حموم چی میکرده؟ حموم شیر بچه ها، حموم شیر میکرده. حالا میریم با هم میبینیم حمومش هم دیگه، با هم یه چرخی میزنیم دور و برش. اینجا انقدر بزرگه که خسته میشه آدم، بخوای همشو بگردی خسته. من نصفشو نگشتم خسته شدم، ولی فکر کن تو بخوای همشو بگردی خیلی خستت میکنه. حالا کاری ندارم. و معماریش بچه‌ها، من خیلی از معماری سرم نمیشه، ولی معماریش خیلی خفنه. اون زمان آوازه 100 سال پیش، 200 سال پیش، 150 سال پیش که تازه شروع به ساخت شده بود، این خیلی باحال ساختنش. البته اینا رو که میبینید سیمانه، اینا قبلا سیمان نبوده دیگه، حالا باسته شده دیگه. این روش همون، نه اینکه تغییرش داده باشن، تغییر ندادن، نه، همون اینایی که مثلا قبلا چی بوده، با گل درست میکردن دیگه، قبلا گل بوده، اون گلا رو همون گلا یه سیمان هم کشیدن که حالا بمونه نریزه تپ پایین. همین جوریش هم که کشیدن، بازم حالا زلزله اومد یه خورده بهتون نشون دادم دیگه، یه خورده آوردتش پایین، ولی خیلی قشنگ ساختن و محکم، با تجهیزات اون موقع قشنگ و محکم و بزرگ، خیلی بزرگا. این حجم از بزرگی و قشنگی و نمیدونم معماری با دقت، خیلی همین الانش هم سخته، چه برسه به اون موقع که اینقدر خفن یارو بخواد بتونه بسازه. خیلی کاره اون موقع، با تجهیزاتی که چه تجهیزات اصلا نبوده اون موقع. اینجا رو نه، ما رو بریم با هم موزیمش رو هم ببینیم که آره، بریم موزیمش رو ببینیم، اون بالا هم بریم ببینیم دیگه، بزنید بریم همه جاشو ببینیم. اون بالا نمیدونم چیه بچه، اون چیه؟ فکر کنم اون نگهبانیش بوده یه جورایی، همون جایی که نگهبانی میدن، فکر کنم همون جای نگهبانیش اونجا بوده. بریم با هم نگهبانیش رو ببینیم. چی میگم، برج نگهبانی، آره برج نگهبانیش اونجا بوده، اونجا برج نگهبانیش بوده. ببینم میتونیم بریم برج نگهبانیش رو با هم ببینیم یا نه. برج نگهبانیش بچه‌ها بذارید یه نه معلومه یا نه، پشت سرم نه، پشت سرم زیاده. برج نگهبانیش اینه، آره این برج نگهبانیش بوده. میریم حالا برج نگهبانی که همه جاش این سرباز بوده دیگه، میبینید اون جایی که قبلا هم گفتم اون سوراخ‌های اون کوچیکا رو میبینید، اونجا سلاحشون رو میزدن بیرون، دور و بر این سرباز بوده. تقریبا نمیدونم 3-4 هزار سرباز تو همین قلعه فقط دور دیواراش فقط بودن، فقط دور دیواراش 2000-3000 سرباز بوده که همونجا وایستاده بودن. حالا توش دیگه نمیدونم دیگه حالا بشمارش چقدر بوده. بریم ببینیم تاش کجا میره. حالا من که خورده میترسم ولی خب بریم ببینیم تاش بریم ببینیم تاش به کجا ختم میشه دیگه. بریم حالا که تا اینجا اومدیم. قبلش یه چیز دیگه هم بهتون میگم، قبلش که میخوایم بیایم این تو مجانی هم نیستش که اینو حالا قبلا بهتون گفتم، اونجایی که جیبتون رو میگرده و هرچی داشتین، حالا هرچی داشتین نه، گوشی رو که میذاره، بقیه وسایل رو میذاره، فقط گفتم سیگار و فندق و جای اشتغالزا رو نمیذاره. همونجا باید یه 50 روپیه، 50 افغانی که میگن 50 روپیه، همون 50 تومن خودمونه، دقیقا همون 50 تومن خودمونه که 50 تومن باید 50 روپیه باید بهش بدین همونجا که خب حالا یه بلیط بهتون میده برید داخل. اینم که یادم رفت بهتون بگم اونجا، الان بهتون گفتم. این یکی که اومدیم پایین خوردیم به همینجا، اینجا خوردیم به اینجا. از هر سوراخش بری یه جای در میاد بچه‌ها. این همون جایی که بهتون نشون دادم، این اونجاست. الان اینجا چجوری بخوایم بریم؟ الان بالا بودن
اینجا رو واسه پادشاه ساختن که با کالسکه، اون موقع کالسکه بوده یا هر چی نمیدونم، هر چی، چون انقدر بزرگه یه جایی ساختن اینجا صاف اینجوری، بغلش پله هم هست، این بغل پله، این بغلش همینجوری صاف ساختن که حالا پادشاه یا ملکه‌شو یا دخترشو یه موقع بخوان بیارن با کالسکه، چون خیلی قلعه بزرگه. همین الانم نفسم در میاد انقدر بزرگه. الان اون پله رو که اومدیم بالا واسه اون چون بزرگه با کالسکه بتونن اینور اونور ببرنش دیگه، دختر پادشاه یا خانومشو دیگه بتون میان دیگه، بزرگه خودشون دیدید نماش خیلی بزرگه. بچه این تونله میبینید، این همون تونلشه. حالا کسایی که جای ترسناک هم دوست دارند قطعا اینجا شب ترسناک هم هست، ترسناکی. حالا شب یه اجازه نمیده ولی یکی بتونه اینجا قایم بشه شب خیلی ترسناکه، ولی بگیرن شوخی ندارن ها، میکشنت میکننت قشنگ. ولی ترسناکش کسی که دوست داره ریسک کنه بیاد اینجا، جای ترسناکش اینجاست. اون تو دیگه من تو واقعا خواهی ندارم اون تو برم، با عرض معذرت نمیتونم اون تو برم چون خیلی تاریکی اصلا هیچی معلوم نیست. اون تو من نمیرم، بریم اون رو ببینیم، اون رو من نمیرم اصلا. حالا هرچی هم دست دادم کاریش نداریم، اون رو من نمیرم، میریم هم جلو. از این پله میای بالا میرفتی توی حرمسرا. شهر رو قشنگ میبستن، پشتش نگهبان بوده بچه‌ها. این در همون در قدیمیاست، در فلزی همون قدیمیاست. اینجا باز یه در دیگه داشته، یه درم اینجا قفل داشته، یه در کوچولو اینجا، این در کوچولو داشته. فکر کن یکی که میومده در میزده، اول این در رو باز میکردن میدیدن که کیه یارو، بعدش در کامل باز میکردن. همون اولش کامل باز نمیکردن، اول نگاه میکردن یارو کیه بعد در باز میکردن. 3-4 تا در داره اینجا، خیلی محافظت شده است اینجا. هم که میری بالا اینور بالا، حالا بریم بالا ببینیم این بالا چیه بچه‌ها. این بالا اینا همش جزء حرمسرای این حرمسرا، اینجا همش جزء حرمسراشه بچه‌ها. این کامل آره، این هم که پشت بومشه دیگه بچه‌ها، این هم که پشت بومشه. حتی اون اتاق پشت سرمونم اونم میشه گفت جزء حرمسراش هستش. حرمسراش خیلی بزرگه و خب محافظت شده بوده حرمسراش، ازش خیلی محافظت میکردن از حرمسرا، در صورتی که یه جوری که اونجا بچه‌ها این ورم هست، این ورم یه اتاق دیگه است که بازم من ندارم خواهشو بخوام برم اون اتاق، میبینید اونم یه اتاق دیگه است. این هم بچه‌ها اتاقشون بوده، اتاق ملکه و پادشاه بوده و همین دیگه بزرگیشو، قدمتشو، تاریخشو، همه چیشو بهتون نشون دادم. در کل حس میکنم بلای باحالی شد، در کل همه جاشو با هم دیدیم، کل جای تاریخیشو دیدیم، خیلی جای بزرگه. حالا نصفشو گفتم بسته بود دیگه، نتونستیم اونورشو ببینیم. باغ وحش بود، نمیدونم باغ استخر پادشاه اینا رو نتونستیم با هم ببینیم. ان شاءالله حالا یه روز دیگه بیایم، شاید باز بود. اگه باز بود واسهتون میگیرم، ویدیو کوتاه میگیرم میذارم. اگرم که باز نبود دیگه حالا به بزرگی خودتون ببخشید، چون نبود دیگه، حالا باز نبود، بسته بود دیگه. همه جاشو دیدیم دیگه با هم، کلشو همه شو دیدیم با هم. پشماتون بریزه که اینم مسجدشه، اینم جزءونه، اینم بغلشه مسجدشه، اینم خیلی بزرگه این سه چرخا رو. اینجا ماشین زیاده ولی بریم داخل مسجد هم با هم ببینیم. اینجا مسجدشه، اینم مسجدشه، از این خوش معلومه. اگر جای تاریخی رو میشناسید که خفنه تو کامنت ها بنویسید، بریم با هم ببینیم دیگه. میریم با هم میبینیم، بعد این میریم مسجد بزرگ هرات رو میبینیم، اونم خیلی بزرگه، اونم میشه گفت از این هم بزرگتره. تا ویدیو بعدی عشق منید، بوس.